дуруд و پیامی پر از مهر و محبت نثار هر یک شما باشد تماشابینان عزیز و ارجمند، دوستداران و هواداران برنامه‌های تلویزیونی سیمای شهری پنجکент. مهمان کاشانه‌های پرفیض شماست عزیزان. برنامه دردانه‌ها و در این برنامه امروزمان انا همین گل دختر نازنین مهمان برنامه شدند که نام دارند عزیزابانو. خوب عزیزابانو، شما رو به برنامه خوش آمدید میگوییم. رحمت. سلامت باشید. خوب عزیزابانو، لطفا میگفتید که شما به کدام باغچه میروید؟ باغچه خودمو میرم. نامش چیست؟ نامش خوبه. نام باغچه‌تان چیست؟ نام دتستان؟ نام دتستم الله. یعنی که شما در باغچه الله تربیت گرفتید، ها؟ خوب عزیزابانو، شما چند ساله هستید؟ من 4 ساله هستم. 4 ساله هستید؟ کی زادروز دارید؟ زادروزتان کدام ماه هست میدونید؟ کی است؟ دوشنبه هست، بعد انخانی شد. زادروزتان گذشت یا که باز در آینده می شود؟ با اسدیکم جراجه نشد و از دوشنبه جراجه نشد. یعنی که گذشت از زادروزتان. در زادروز آینده تان ما رو هم دعوت میکنید؟ حتما. خوب، تشکر. خوب عزیزابانو، شما رسم تاثیر کرده میتونید؟ کنی مهارت شما رو بینید. مرحمت. کنی از جا میخیزیم، ها؟ مرحمت. کنی اینجا یک رسم تاثیر کنید. رسمی چی تاثیر میکنه؟ رسمی و حرف. شما حرف ها رو میدونید؟ حرف ا رو نوشته میدونید؟ کدام حرف رو نوشته میتونید؟ من ایت میکنم. 1 2 3. این حرفی چی شد؟ حرفی دبلی شد. یعنی که به زبان انگلیسی شما حرفی دبلیو رو نوشتید. همیخه؟ تشکر زیاد، مرحمت. میشینیم. خوب عزیزابانو، شما میوه ها رو میشناسید؟ حاضر من به شما رسمی میوه ها رو نشان میدهم. اگر که شما همه میوه ها رو درست گفته توانید، نام های شما به شما تحفه میدهم. میشود؟ خوب، اول بینندگان میبینند انا این کدام میوه است. خوب، اکنون شما این کدام میوه است؟ آلوچه. رسمی آلوچه. نه. رسمی آلوچه. این دیگر میوه است. رسمی آلوچه بود. این شفتالو است. میدهید شفتالو رو؟ میخورید؟ ها. این شفتالو است. انا این کدام میوه است؟ لیمون، ها؟ دوست میدارید لیمون رو؟ لیمون چه خیلی مزه دارد؟ ترش داره. ترش است؟ خوب. انا این کدام میوه است؟ نوک. انا تماشابینان هم بینند. این نوک است. انا این کدام میوه است؟ کومیتکا. قلفینای، ها؟ شما دوست میدارید قلفینای رو؟ بسیارتر کدام میوه رو دوست میدارید؟ میوه های بسیار دوست میدارم. کدامش رو؟ منی نشی. قلفینای رو؟ همه قلفینای رو دوست میدارد، ها؟ خوب، تشکر. انا این کدام میوه است؟ وچ بود. یکی تماشابینان خردک که ما شما این میوه رو میشناسید. این کدام میوه است؟ یکی اناس می، یکی دیگه چی باشه؟ چی باشه؟ یکی دیگه چی می، یکی اناس. آناناس، ها؟ آفرین، این آناناس است. خوب، این کدام میوه باشد؟ میوه چی بود؟ چی دارد؟ بعضیش رو وقتی که خوردن میخواهید بعضیش تلخ میبرد درونش، اما بعضیش شیرین است. این کدام میوه است؟ میوه وای چی بود؟ وای خرما. این خرما است. آفرین. خوب، انا این میوه رو میشناسید؟ چی نام دارد؟ نامش وای چی بود؟ همین تماشابینان خردک که ما کنی شما زود میابید یا که مهمانی ما زودتر میبند. این کدام میوه است عزیزابانو؟ میوه وای چی بود؟ انجیر. این انجیر است. آفرین. انا این میوه رو با فکرم حتما میشناسید.
انگور. آفرین. دوست می‌داری انگور رو؟ این کدام میوه است؟ میوه وچ بود و تماشابینان خردکک ما این کدام میوه است شما میدانید؟ عزیزابانو کمتر دشواری کشیده ایستادن. این کدام میوه است؟ میوه وچ بود کیوی. این کیوی است. آفرین. این میوه رو همه میدونند. این چیست؟ سپ. سب. آفرین. اما این رو این چی باشد؟ این آلو. آلوچه است ها؟ بهترین. باز با کدام میوه مانندی دارد همین آلوچه؟ آلو و رنگش و با گلاس هم کم کم مانندی دارد ها؟ هم. خب اما این کدام میوه است؟ این میوه چی بود و آلو. کودکانی که ما رو تماشا دارید این کدام میوه است شما میدونید؟ آلوچه. نه. و چی بود؟ زردانو. آفرین. این کدام میوه است؟ و چی بود؟ میوه و بندرینو یکی ماندارین میوه. است یعنی که افلسون. آفرین. ما همراه عزیزابانو توانستیم که همه میوه ها رو نامش رو یابیم هم. خب در بعضی میوه ها ما دشواری کشیدیم اما کودکانی که ما رو تماشا دارن به فکرم یافتن نامش رو همراه ما یا نام های میوه ها رو آنها هم از خود کردن و برای به من کمک کردن و میوه ها رو گرفتن تشکر. این از آن شماست. مبارک شود. خب عزیزابانو شما اپا دارید؟ اپا دارید؟ هم داره. چی نام دارن؟ نامشون و سیاحت و اکم هم دارم. نامشون بیرز. برادر و اپای خودتو هستن؟ نام آچم فاطمه و نام داده مفتون. دادم کو و آچم سنک میکنه که سنک میکنی؟ شما چی بگو؟ من عزیزه میگم فقط. شما دادرچه هم داره؟ هم چی نام دارم. داره؟ نامشون اسماعیل جان. اسماعیل جان چند سال هستن؟ چند ساله و 3 ساله 3 سال هستن در؟ خوب. شما از بین پدر و مادرتان کدامش رو بسیار دوست می‌دارید؟ دادم بسیار دوست دارم. برای چی؟ برای که و آچه من جنگ میکنه. مادرتان جنگ میکنن شما رو؟ میزنن؟ پدرتان نمیزنن در؟ نه. کدامش رو به شما بسیار چیز میخرن؟ و دادم چیز میخرم آچه نه یکی. مادرتان نمیخرن در؟ برای همین پدرتان رو دوست می‌دارید. خب دادرچه‌تان کی رو بسیار دوست می‌داره؟ من دوست می‌دارم یکی. شما رو بسیار دوست می‌داره؟ شما دادرچه‌تان رو نمیزنید؟ نه. بازی میکنید همراهش؟ اسماعیل خودش منم میزند. اسماعیل جان شما رو میزند؟ میدونید خواهید که شما رو نزند همراهش بازی کنید خب؟ یعنی که با بازیچه هایش بازی کنید فهمو؟ خب عزیزابانو وقتی که مادرتان تلویزیون تماشا میکنند کدام سراینده رو یعنی که سرودهای کدام سراینده رو بسیار تر گوش میکنند؟ و چی بود مولتیک بسیار تر گوش میکنند. مولتیک تماشا میکنند؟ اسماعیل یکی میگه که بریم شب شود کو اسماعیل میگه که مولتیک دیده خواه میرم. یعنی که شما وقت پیش از صبح همه وقت فیلمی تصویری تماشا میکنید هم؟ خب رادیو گوش میکنید؟ نه. خب سرودهای کدام سراینده رو بسیار تر گوش میکنید؟ سرود میخواند یگان سراینده کی است؟ کنسر نگینه بسیار یعنی که مادرتان بسیار تر سرودهای نگینه معقول برای گوش میکنند هم؟ پدرتان چی؟ پدرم و کینو نمیبینه یکی. نه کینو نه. سرودی کی رو گوش میکنند؟ افزایشان. سرودی افزایشان رو گوش میکنند هم؟ خب حاضر نداره ترجمه چی کار میکنه؟ سرود پخش میکنه در اجرای نگینه معقول از نام عزیزابانو تحفه بهر مادر جانشان. خب کدام سرود رو پخش کنیم؟ برای مادرتون اول سرود پخش کنیم یا برای پدرتون؟ برای پدرم. برای مادرتون پخش نکنیم؟ میکنم. خب در آخر پخش کنیم اول از آن مادرتون رو پخش کنیم.
خب تماشابینان عزیز، چون مادر عزیزابانو مخلص نگین اماقلوه بودند، حالا تماشا میکنیم یکی از سرودهای نگین اماقلوه رو با هم، سپس برنامه‌مان رو ادامه میدیم. با ما باشید. تماشابینان عزیز، درود میگوییم بار دیگر، یادآور میشویم شما ادامه برنامه دردانه‌ها را تماشا میکنید از تلویزیون سیموی شهری پنجکент و ما صحبتمان را با همین زیبا صنم که نام دارند عزیزابانو ادامه میدیم. خب عزیزابانو، شما شعر میدونید؟ میدونم. کنی خوانید؟ پرچم ما نشانی ما، بارس ما نشانی ما، بال کشو رنگ برند، سبز و سفید لاورم، سنگ ستاره هاش کشم، جان من است ای وطن، نام من است ای وطن، ای وطن ای وطن ای وطن. تشکری زیاد. خب شما پفک کرده میتونید؟ میدونم. حاضر من به شما تو پفک میدهم. تا 3 که حساب کردم سر میکنید. تا 10 که حساب کردم اگر پفک رو پف کرده شوید به شما تحفه میدیم. اگر نشد شما باز یک شعر میخونید. نشود؟ مرحمت. 1 2 3 سر کرد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نشد؟ وقتتان نرسید. شما در خانه یکم چیز میخورید؟ هر سحر وقتی که میخیزید حتما نهاری کنید. خب نصف روزی خوراک خورید، بگو خوراک خورید. خب بسیارتر میوه سبزیجات خورید، هم دانا میشوید هم با قوت میشوید. چند تا که پفک دادم پف کرده میتونید. خب آفرین عزیزابانو. خب اکنون چون شما مغلوب شدید شعر باید خوانید. شعر میدونید؟ مرحمت. بر بام و حولی ما برفی کلان میریزه، آرچه ما از زیله گویم دیار میبیزه، ادم به عالم به خانه ما ارچه، برفک به شاخه هایش باریده پرچم. آفرین، تشکری زیاد. خب عزیزابانو، شما رنگ ها رو میدونید؟ میدونم. میشناسید؟ حاضر من به شما چند نمودی رنگ ها رو نشان میدهم. اگر چی گفته توانید با صاحب یک تحفه دیگر میشید. خب این رنگ چی است؟ رنگی وای ژولت یعنی که زرده؟ آفرین. انا این کدام رنگ است؟ رنگی وای چی بود؟ وای سفید. لباس شما چگونه رنگ داره؟ سفید است. این هم سفید است. خب انا این کدام رنگ است؟ رنگی وای کرسنی یعنی سرخ است. آفرین. انا این تحفه از آن شماست. شما در خانه لختکچه ها دارید؟ دارم. چند دومش است؟ 20 سالش هست. بسیار لختکچه دارید. لختکچه هایتون نام دارد؟ نه. یعنی نام نگذاشتید به لختکچه هایتون، اما به این حتما نام گذارید. چی نام میگذارید؟ نامی وای گوگولا میگیم فقط. خب نام یگان دوگانه هاتون رو هم گذارید میشود. وای نامش وای چی بود نامشون؟ وای خطیچه. نامی این لختکچه خطیچه است. خطیچه کی است؟ خطیچه نامش هم تو خطیگانه نامش هم خطیچه باشه. دوگانه هاتون است؟ دوگانه هاتون همین کنن؟ یعنی که موهایش دراز است؟ نه نه موهایش هم تو کامه که دراز شده. زیبا است؟ بسیار زیبا است. نه. شما از همه زیباتر هستید؟ خب از همه زیبا در باغچه‌تان خودتان هستید؟ دیگر زیبا نیست؟ کدام خوراک رو دوست می‌دارید بسیارتر؟ بسیارتر وای چی بود؟ خودکی و شله بسیارتر ندارد. شله رو بسیار دوست می‌دارید؟ مادرتان میپزند؟ با مزه میپزند یا که نه؟ با مزه میپزند. بسیار با مزه میپزند. ما رو یکان روز به شله خوری دعوت میکنید؟ در باغچه دوگانه دارید؟ هم دارم. چند تا؟
وای چی بود یک دام. یک دانه دوگانه داری؟ چرا اینقدر کم؟ من تو کم یک ده. بسیارتر کدام رنگ رو دوست می‌دارید؟ رنگی وای چی بود سینی میدانم رنگی ژالکی میدانم. بسیارتر کدامش رو دوست می‌دارید؟ وای چی بود اینشو. یعنی که رنگی کبود رو، زرد رو، سفید رو و سرخ رو دوست می‌دارید هم؟ خب عزیزابانو برنامه ما به شما پسند آمد؟ عزیزابانوی عزیز به شما تشکر زیاد که آمده در برنامه ما اشتراک کردید. پسند آمد به فکرم برنامه امروز ما به شما ها. تماشابینان عزیز چون سرپرستی برنامه ما شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکент می باشد و ما به مهمان امروزه ما تحفه های سرپرستی برنامه اون رو می سپاریم. انا این افتخارنامه به شما برای اشتراک فعالانه تان عزیزابانو و انا این تحفه نیست از آن شماست. تحفه از من کلان است به فکر من، از خودتان هم کلان است. خب انا این تحفه نیست از آن شماست. در درونش بازیچه هم دارد، شیرینی هم دارد. شما شیرینی خورده بازی میکنید. خب باز میآیید به برنامه ما؟ باز آیید. خب ما حتما شما رو انتظار هستیم. رحمت کلام تمام ملکو شد. برنامه ما مقبول شد هم. تشکر زیاد به شما نیست، تشکر برای آمدنتان. خب تماشابینان عزیز در همین جا میرسیم به فرجام برنامه امروزمون. اگرچه میخواهید فرزندان شما نیز آمده در برنامه ما مثل انا همین زیبا صنم اشتراک نمایند، خب هنر و مهارتی که دارند اینجا نشان بدهند، باز بسیار چیزها را آموزند، پس شما رو میباید فقط زنگ زنید بر رقم 92 945 1015. ما آماده هستیم با شما والدان عزیز همکاری کرده باشیم. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.